امارت اسلامی افغانستان به مکانیزه سازی زراعت، آوردن تکنولوژی های جدید در این بخش، ساختن سردخانه ها، ترویج تولیدات داخلی، ایجاد تسهیلات برای دهاقین و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش متعهد می باشد. ان شاء الله امارت اسلامی افغانستان تمام سعی و امکانات دست داشته خود را به خرج می دهد که از این بخش ما بتوانیم زراعت خود را به صورت سالم مدیریت نماییم و همچنان آبهای خود را به صورت سالم مدیریت کنیم تا بتوانیم محصولات داخلی خود را برای استقلال غذایی و مسئولیت غذایی ملت شریف افغانستان تقویت ببخشیم. ان شاء الله امارت اسلامی افغانستان فعلا هم به خاطر ساختن بندهای آب و به خاطر ساختن کانالهای آبی زراعتی در ولایت‌های مختلف افغانستان مصروف است و فعلا هم با وزارت محترم زراعت، با وزارت محترم انکشاف دهات و با وزارت محترم انرژی و آب به هر یکی تخمینا در حدود 140 چکبندها وظیفه سپرده شده است که اینها باید در ظرف 3 ماه هر یکی باید اعمار بکنند. اقلا در هر ولسوالی افغانستان باید یک چک دم باید در ظرف 3 ماه اینا اعمار بکنند تا اینکه ما بتانیم در برابر این خشکسالی هایی که به شکل متواتر در افغانستان می آید با تقلیل بخشیدن برای کم آبی مفید و مثمر واقع شود.